شرکت دولتی پشتای تاجیک با عنوان 3 شرکت بزرگ خطکشانی در جهان که در تاجیکستان نیز کار شریک داشتند نامه نوشته پیشنهادی همکاری کرده است. در شرکت پشتای تاجیک روز 23 ایون در صحبت با رادیو آزادی گفتند که با اداره‌های مرکزی شرکت DHL، UPS و TNT نامه نوشته پیشنهادی همکاری کردند. سیدعلی میرزایوف رئیس شرکت دولتی پشتای تاجیک گفت حالا با عنوان این شرکت ها مقرشان در آلمان، بلژیم و شویتزاریا از نام پشتای تاجیک نامه فرستاده شده، در آن پیشنهادی همکاری شده است. جناب میرزایوف گفت دیگه جوش قدیم مثال بگیریم اصلا جوش وای به هست گیلمان از بیرد از شویتزاریا ده و اونا در مراجعت کردیم که در آینده قدیم همکاری کنیم برای که ما گرسید همکاری کنیم که ما چیزی که باشه ما یه میز داریم کوخه نشون همکاری میکنیم. یعنی مثال بگیریم یک تاش در گرمانیا، یک تاش در نیدرلندیا، این دولت‌های دینا دارن. و نمیشه که ایمیل خیلی که پروسه پستا میره باکو. نمیشه خیلی میگه دیگه دولت‌ها ما است نهاد دولت اینا قصر کار داره. دیگه دولت‌ها میاد ما ادرابات میکنه، ما میره و یا ادرابات کنیم. ضمناً در نمایندگی‌های شرکت‌های DHL و TNT در صحبت با رادیو آزادی گفتند که با آنها از جانب پشتای تاجیک هیچ گونه پیشنهاد همکاری نرسیده است و آنها دوباره با عنوان خدمات علاقه تاجیکستان به خاطر دریافت لیسانس درخواست فرستادند و منتظر پاسخ میباشند، چون این شرکت‌ها در نسبت درخواست اولشان برای دریافت مجوز از خدمات علاقه تاجیکستان جواب رد گرفتند. در پی قطع فعالیت شرکت‌های بین‌المللی خطکشانی در تاجیکستان از سوی خدمات علاقه، پشتای تاجیک یگانه شرکت خطکشانی فعال در تاجیکستان باقی میماند. خدمات علاقه تاجیکستان از روز 8 ایون فعالیت پشتای بین‌المللی DHL، TNT، UPS و پانی اکسپرس را برای مدت نامعین در حدود کشور متوقف کرده و در اداره‌های آن مهر زد. هرچند در این اداره‌ها حالا باز است، اما آنها از کشانیدن مراسلات بنابر نداشتن مجوز خودداری می‌کنند. اواخر سال گذشته قانون درباره اجازه‌نامه‌دهی به بعضی نمادهای فعالیت در تحریر نو به اجرا درآمده بود که طبق آن فعالیت پشت یا خطکشانی در کشور تنها پس از گرفتن لیسانس اجازه داده می شود. تا آن زمان فعالیت پشت در کشور به مجوز و یا لیسانس عملی کرده می شد. حالا مسئولیت دادن مجوز به فعالیت پشت ها بر عهده خدمات علاقه تاجیکستان واگذار شده است. شرکت دولتی پشت تاجیک نیز تابع خدمات علاقه تاجیکستان است.